علیکم دوستان عزیز و ارجمند. امروز رولک آموزش ما درباره سوال‌هایی میباشد که در آن 99% آدمان جواب اشتباه را میدهند. و اینک سوال دوستان عزیز، کدام ماه دارای 28 روز می باشد؟ جواب ها: آ همش، ب فوریه و ایون. برای به این سوال جواب کردن به شما 10 ثانیه وقت. و اینک جواب درست را میبینیم. آ همش. سوال دوم، شما به خانه شخصی ناشناس می‌غلطید و در این خانه دو نماد چراغ مشاهده کرده می شود: چراغ گازی و بنزینی. شما کدام این چراغ را پیشتر گریان میکنید؟ آ گازی، ب بنزینی و گوگی. برای به این سوال جواب دادن به شما 10 ثانیه وقت. بله دوستان، جواب درست این و گوگیرد می باشد. دستان آدم 10 تا انگشت دارد، پس 10 دست چند تا انگشت دارد؟ آ 100، ب 50 و 150. برای جواب این سوال باشد به شما باز هم 10 ثانیه وقت. بله دوستان، بسیار هم ساده است. جواب درست این 50 می باشد. تخته را به 12 قسم تقسیم کردن در کار. به ما چند بار لازم میاد که این تخته را عرق کنیم؟ آ 10، ب 11 و 12. دوستان به شما باز هم 10 ثانیه وقت. دوستان بیاید جواب درست را اکنون میبینیم. بله این وریانت ب 11 می باشد. کرپیچ 1 کیلوگرم وزن دارد و به این باز نیم کرپیچ اضافه کنیم. کرپیچ چند کیلوگرم وزن دارد؟ آ 1 کیلوگرم، ب 1.5 کیلوگرم و 2 کیلوگرم. دوستان برای این باز به شما 10 ثانیه وقت داده می شود. اکنون بیاید جواب درست را می بینیم. بسیار آسان، این 1 کیلوگرم می باشد. دوستان عزیز، اگر این رولک آماده نموده ما به شما مقبول شده باشد، پس به کانال ما عضو نشده زنگوله چرا نیز پخش کنید.